دومینوی موفقیت. پس بیاییم در ابتدا به این بپردازیم که دومینو چیست. خیلی از ماها با این آشنا هستیم که دومینو چیست. دومینو یک زنجیری از قطعات است که پشت هم قرار می‌گیرد و با ضربه ساده و اولین قطعه و با واسطه افتیدن آن قطعات بعدی به ترکیب می‌افتد. زنجیری از اتفاقات. بله، یک ضربه ساده و اتفاقات. در زندگی خیلی از ماها این وجود دارد. این اثر اتفاقات وجود دارد. مثلا زمانی که شما یک کتاب را می‌خوانید، آغاز بر فعالیت انجام یک کار می‌کنید، مثلا کتاب خواندن، یک دوره آموزشی، و یا هم مثلا به تماشای یک فیلم، و یا هم با آشنا شدن، آشنایی با یک دوست ما. این اتفاقات برای ما، این زنجیره اتفاقات رخ می‌دهد و در نهایت ممکن است باعث یک تغییر بزرگ، یک فاجعه و یا موفقیت بشود. پس همه اتفاقات در زندگی ما از این اتفاقات ساده منشأ می‌گیرد.